بلوگر 19 ساله توجیک فاطمه قربانووا که با تخلص سنیگرچه و ویدیوهای پر از دشنامش نام برآورده بود، در صحیفهش در اینستاگرام نوار توی عروسیش را نشر کرد. مراسم عقد نیکو سنیگرچه و جوان انتخاب کردهش روز 30 ایول سال 2023 برگزار شده است و صدها نفر به این جفت جوان آرزوی خوشبختی، زندگی شیرین و صاحب فرزندان دوسترو شدن تمنا کردند. در ویدیو نشر کرده خود بلاگر دیده می شود که او لباس عروسی با رویه میارهای مسلمانی یعنی با حجاب پوشیده است. بسیاری ها به داماد برای این کار ثواب یعنی برای درست هدایت کردن این دختر آفرین خواندند. سنیگرچه که همگی چند ماه قبل برای پهن نمودن نوارهای خصوصیت شبانی داشته و استفاده عباره های تحقیرآمیز به مولت 10 شبانه روز حبس شده بود. کانال شوب ستاره ها در یوتیوب خبر داد که توی سنیگرچه در مسکو برگزار شده است و در آن از ستاره های شناخته شبنم سرایه اشتراک داشته است. خود عروس درباره شخصیت داماد معلومات نداده است، ولی شوب ستاره ها خبر داد که این جوان خوش‌سیما خیلی تقوادار بوده. محض او بعد به دست آوردن دل سنیگرچه توانسته است او را برای درست از جمله به دست کشیدن از ویدیوهای بی‌معنی، پوشیدن حجاب، خواندن قرآن و خواندن نماز مایل کند. سنیگرچه قبلا با چهره فوتوشاپ شده زیر یگان موسیقی می رقصید و با یگان عباره به قول مردمی سکسی ولی در اصل با دشنام‌های قبیح برای خود نام ساخته کوشش میکرد که با همین شیوه توجه تماشابینانش را به کانال خود جلب کند. ولی چند ماه پیش او یک باره همه آن ویدیوهای پردشنام خود را از اینترنت پاک کرد و در اینستاگرام صفحه نو گشوده در آن تنها ویدیوهای به اصطلاح به معنی میگذارد. در این ویدیوها سنیگرچه همیشه با حجاب و بعضا امرای جوان دوست داشتهش ظاهر می شود.